یعنی الان شما میرید یه رستوران، میدونید که الان مصرف نمک طبیعی، نمک ارگانیک که اروپایی‌ها الان مصرف کنن در رستوران‌های ما ممنوعه. اگر مغازه‌ای نمک ارگانیک که شامل گفتم و 82 تا عنصر طبیعی که همین جلوی بلوغ زودرس رو میگیره، اگر یه مغازه‌ای الان بازرس ما بره، بازرس وزارت بهداشت بره ببینه یه مغازه‌ای داره نمک سنگ میفروشه، نمک ارگانیک میفروشه، پلمپ اون مغازه و 800,000 تومان جریمه نقدی داره. اگه یه رستورانی اون نمک تو غذا بریزه، اگه یه نانوایی اون نمک توی نانش بریزه، در حالی که ما یقین داریم از لحاظ علمی همه جای دنیا قبول کردن که نمک باید نمک ارگانیک باشه و کل دنیا داره استفاده میکنه. کی تصمیم گرفته که ما باید نمک سمی مصرف کنیم؟ اینو برید در بیارید. من میگم مگه شما حق داشتید که این کارو بکنید؟ چرا باید نازایی اینقدر زیاد بشه؟ برای اینکه یکی از دلایل نازایی کمبود مثلا منگنزه. من از شما سوال میکنم آیا نمکی که فقط سدیم کلور خالیه، یه ذرم یود ما قاطیش کردیم، منگنزش چی میشه؟ منیزیمش چی میشه؟ رویش چی میشه؟ آهنش چی میشه؟ در حالی که همه اینا تو اون چیزه هست، تو اون نمک طبیعی خودمون هست. نیازی به این مکملا نبوده. دقیقاً